این قسمت پشتیبانی دولت آمریکا از دولت غیر نظامی شاپور بختیار، نخست وزیری بختیار، تشکیل شورای سلطنت به ریاست جلال الدین تهرانی. آذربای شهربانو کجاست؟ ندیدمشون. اتفاقی افتاده؟ 2 سرباز آمریکایی امروز به قتل رسیدن اعلیحضرت. این دیگه نوبره. بگو لباسای من رو بیارم. اطاعت. خبر شنیدین ژنرال؟ بله، خیلی متاسفم که همچه اتفاقی افتاد. فقط همین؟ روز روشن تو خیابونای پایتخت 2 افسر عالی رتبه آمریکایی رو فرستادن هوا. پس مأمورین امنیتی ایران چیکار میکنن ژنرال؟ 2 مأمور محافظ ایرانی هم همراه اونا کشته شدن آقای سولیوان. 2 مأمور؟ تو این شرایط بحرانی هر افسر آمریکایی رو باید حداقل 10 مأمور محافظت کنن. پس به این ترتیب بفرمایید دولت ایران باید یه لشکر برای محافظت از جان آمریکایی‌ها در ایران استخدام کنه. هایزر. بله، یه لحظه لطفاً. سولیوان، از کاخ نیاوران تماس گرفتن. اعلیحضرت. روز بخیر اعلیحضرت. روز بخیر آقای سولیوان. مشغله مهمانداری به شما فرصت نمیده یادی از دوستان کنید. من آمادگی دارم هر چه زودتر ایران رو ترک کنم. اگر اعلیحضرت افتخار ملاقات به این جانب و ژنرال هایزر رو میدن، با کمال افتخار شرفیاب میشین. فردا وقت مناسبیه. با کمال افتخار. اعلیحضرت. ژنرال هایزر، مسلماً برای برچیدن سیستم کسب خبر رادارها از شمال ایران و یا برداشتن دستگاهی از روی هواپیماهای F-14 احتیاج به حضور معاون فرمانده ناتو در ایران نبود. پس حتماً مأموریت مهمتری دارین. وظیفه من اعلیحضرت تخلیه مستشاران و نظامیان امریکایی از ایرانه و مهمتر از اون اجرای دستورات پرزیدنت کارتر در رابطه با گفتگو با سران ارتش. من به امرای ارتش دستور دادم بعد از رفتنم از شما اطاعت کنن. خطر خمینی برای سلطنت جدیه. اون میخواد سر به تن من نباشه. عجب. سران ارتش نظرشون درباره دولت شاپور بختیار چیه؟
ایجاد یک رابطه سازمانی بین بختیار و ژنرال های ارتش کار بسیار دشواریه. به هر حال من با دکترین و مفاهیم عملیاتی که برای نیروهای مسلح ایران تدوین کردم خدمت رسیدم. راستی اعلیحضرت خیال دارن چه تاریخی ایران رو ترک کنن؟ زمانش مشخص نیست، ولی قطعاً به مصر میرم تا با انور سادات ملاقات کنم و از اونجا مستقیم به طرف پالم اسپرینگ حرکت میکنیم. توصیه کردم طی مراسم و تشریفاتی کشور ترک کنم تا این تصور به وجود نیاد که فرار کردم. ما سعی میکنیم در نبودن اعلیحضرت اوضاع رو طوری اداره کنیم تا شرایط برای بازگشت شما مهیا بشه. امیدوارم. آقای سولیوان. علی حضرت. آقای هایزر. علی حضرت. بفرمایید. همونطور که خودتون ملاحظه کردین، اعلیحضرت به دلیل وضعیت خاص روحی و البته بیماری جسمی که خود ایشون اطلاعی ندارن، قادر به هیچ گونه تصمیم گیری نیستن. شماره اختصاصی من در اختیار شماست آقای سولیوان. از شما درخواست میکنم هر گونه تصمیم گیری و نظری از طریق واشنگتن به شما رسید من رو در جریان بذارید. من هنوزم تصمیم دارم اعلیحضرت رو قانع کنم که به عنوان نایب السلطنه در ایران بمونم. علی حضرت، دولت امریکا پشتیبان شما و دولت غیر نظامی بختیار خواهد بود و با تمام قدرت از اون جانبداری میکنه. امیدوارم نظر آقای سولیوانم همین باشه. ویلیام، من نظرم رو به دولت مطبوعم اعلام کردم علی حضرت. من با اعلیحضرت ملاقات داشتم. ایشون اصرار به رفتن دارن. ولی شما باید مانع این کار بشین. من قبلا هم گفتم این تصمیم شخصی اعلیحضرته و من هیچ دخالتی ندارم. در این شرایط فعلا باید یک شورای امنیت ملی تشکیل بدیم به سرپرستی ژنرال قره‌باغی که ایشون بتونن در مواقع ضروری به دکتر بختیار مشاوره و مساعدت بدن. دیشب منو تهدید به مرگ کردن. اون وقت شما دم از مشاوره با بختیار میزنید؟ تو این شرایط فعلی چی کار میشه کرد؟ وقتی ایالات متحده یکی از عالی ترین ژنرال هاشو به تهران اعزام کرده و پرزیدنت کارتر داره برای کشور شما وقت صرف میکنه، چطور خودتون حاضر نیستید برای کشورتون دلسوزی کنید؟ اگه اوضاع دشواره برای همه دشواره آقایون. فعلا باید به فکر برنامه ریزی برای روزهای آینده بود. آیا آقای بختیار از نقشه ها و برنامه‌ریزی های ما اطلاعی دارن؟ شما و آقای بختیار باید به هم فکری برسید. ژنرال هایزر، شاهنشاه به ما دستور دادن که به شما اعتماد کنیم و همکاری لازم رو داشته باشیم. متشکرم ژنرال فردوست، باعث دلگرمی منه. ولی ما با آقای بختیار زیاد دلخوش نیستیم ژنرال. اینا از اعضای جبهه ملی هن. خودشون هم نمیدونن چی میخوان. همین الان بینشون دو دستگی ایجاد شده. به هر حال انتخاب پادشاه شماست و توصیه شده باهاشون همکاری کنید ژنرال رحیمی. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان. من موجم، نه آن موجی که از دریا گریزد. من در این موقعیت بحرانی و حساس زمانی ورود میکنم به دولت که با افقی ناپیدا مواجه هستم، اما هراسی ندارم، زیرا به انتخاب شدنم ایمان و یقین دارم.
مسر سولیوان. ژنرال، آقای براون وزیر دفاع میخواد باهات صحبت کنه. آقای براون، خوشحالم صداتون رو توی این شرایط شفاف و رسا میشنوم. جلسه ها چطور پیش میره ژنرال؟ من دارم سران ارتش رو متقاعد میکنم که به شرایط بعد از رفتن شاه فکر کنن. باید آماده باشن در صورت خطرناک شدن اوضاع با شدت بیشتری عمل کنن. شاید هم یک کودتا. شانسی برای دور کردن مردم از آیت الله خمینی وجود داره؟ ابداً. احساسات در این مورد بسیار قویه. آیت الله در قلب مردم نفوذ کرده. تصاویرش و پلاکارتاش در تظاهرات دیده میشه. من سعی میکنم اتحاد ارتش رو دوباره فراهم بکنم، ولی در این مدت کم بسیار سخته، اما نشدنی به نظر نمیرسه. طبق صحبت هایی که با پرزیدنت کارتر داشتم، شما فعلا در ایران بمونید تا اطلاع بعدی. ازتون میخوام که با من در تماس باشین و ما رو مطلع کنین از جلسات روزانه‌تون. در مورد رفتن شاه از ایران هم هلو؟ هلو؟ قربان، ارتباط قطع شد. اگه ارتباط برقرار شد اطلاع بدین. بله قربان. روز بخیر شبانه. روز شما هم بخیر. تیم سار فردوس لطفاً بشینید. متشکرم. خیلی وقت بود احضار نفرموده بودید. شاید اشکال کار من این بود که به شما خیلی نزدیک نشدم و از شما که یار اعلی حضرت بودین غافل بودم. این از بد اقبالی من بود شهبانو. من همیشه کنار بودم. به هر حال در خدمتم. اعلی حضرت فرمان تشکیل شورای سلطنت رو صادر کردن. جواد سعید رئیس مجلس، دکتر سجادی رئیس مجلس سنا، ارتشبد عباس قره‌باغی رئیس ستاد مشترک، عبدالله انتظام و علی قلی اردلان به ریاست جلال تهرانی. البته یه عده‌شون رو از قلم انداختم، مثل دکتر بختیار نخست وزیر یا وارسته وزیر دارایی سابق یا علی آبادی دادستان سابق. حدود 2 هفته پیش خمینی از پاریس بختیار و دولتش رو فاقد مشروعیت اعلام کرد. خیلی از جنرال‌های مورد وثوق اعلی حضرت مثل ارتشبد اصحاری و ارتشبد اویسی از کشور فرار کرد که این کارشون اصلاً برای روحیه اعلی حضرت جالب نبود. من دلم میخواد به عنوان نایب السلطنه در ایران بمونم. رفتن هر دوی ما در این شرایط صحیح نیست. سلطنت داره از هم متلاشی میشه. بله بله. ولی در شرایط موجود خیلی هم به صلاح نیست که شما اعلی حضرت رو تنها بگذارید. به نظر من که جو حاضر زیاد دل خوشی نسبت به موندن شما بدون شاهنشاه رو نداره. شب دراز است تا سحرگه چه زاید.
وظایف شورای سلطنت بسیار خطیر و سرنوشت ساز برای سلطنت دودمان پهلوی. من به زودی کشور را ترک میکنم. یکی از مهمترین وظایف شورای سلطنت اینه که دنبال روی سیاستی باشه که ما در احکام توشیح میکردیم. امیدوارم با مساعدت دکتر شاپور بختیار نخست وزیر بتونید کشور تحت کنترل در بیارید. جسارت‌های شاهنشاه چه تاریخی را مقرر فرمودن برای خروجشون از کشور؟ 26 دی ماه همراه با شهبانو کشور را ترک میکنید. جسارتاً میشه بپرسم مقصد کجاست؟ مصر. با پرزیدنت سادات هماهنگ شده. کاخ قبه در قاهره در اختیار ماست. جسارتاً اعلیحضرت امکان تجدید نظر جهت موندن نیست؟ خیر. آقای جلال الدین تهرانی شورای سلطنت را اداره میکنن. نیست که ایشان برود، آقازاده ایشان بیاید، شورای سلطنت تشکیل بشود، اداره بکنند و بگویند اینها که کاری نکردن دیگر، اینها همگی خوب و صحیح بودند. ملت ایران این را نخواهد پذیرفت. ملتی که از یک شخصی این همه رنج و از پدرش آن همه رنج برده است، آن همه خیانت دیده است، خب این ملت این احتمال را میدهد که این پسر همان پدر است، چنانچه این پدر هم پسر همان پدر بود. یکی از خطاهای ملت ایران این بود که گذاشتند این پسر به جای آن پدر سلطنت بکند و اینطور با مردم رفتار بکند. خب این هم پسر همان پدر است. شنیدم که ایشان اینطور گفتند که پدر من برای چه این حبسی ها و زندانی ها را نگه داشته از خرجشان را میدهد، بکشند اینها را. اینطور میگویند گفته است ایشان این حبسی ها را برای چه نگه داشتند، بکشندشان. برای تغییر شرایط شاه میتونه از کشور خارج بشه، اما ژنرال های ارتش روحیه بالایی ندارن. اونا میخوان همراه شاه باشن. متقاعد کردن اونها کار بسیار مشکلیه. یعنی اونا حاضر نیستن از دولت حمایت کامل کنن؟ از شما در مقام وزیر دفاع خواهش میکنم مشکلات ما رو درک کنید. من باید به ژنرال های ارتش حالی کنم که از دولت بختیار همونطور پشتیبانی کنن که از شاه. باید دستورات بختیار رو عیناً دستورات شاه تلقی کنن. و اگه قبول نکردن؟ در این صورت آخرین چاره همون راهی که در واشنگتن بهش رسیدیم، کودتا. مراقب باش رابرت، شرایط فرق میکنه. گزارشاتو خوندم. این جمعیت عظیمو چطور میخواین کنترل کنید؟ نظامی‌ها باید جدی‌تر برخورد کنن. ژنرال طوفانیان، چه خانه بزرگیه. البته سرد. شما بیمار شدی؟ یه کمی حالم خوب نیست. متاسفم. بفرمایید ژنرال. ببخشید از اینکه در سالن بزرگ نتونستم ازتون پذیرایی بکنم، چون هم سرده و هم نبود سوخت. اما خب یکی از اتاقا رو گرم نگه داشتم. شنیده بودم که شما شکار هم میکنید. بله، ولی حالا دیگه نه، چون الان دیگه دنبال خودمونن که شکارمون کنن. همیشه همه چی بر وفق مراد نیست ژنرال. بفرمایید. درسته. اگر میدونستم اینجا اینقدر سرده، تو همون دفتر ستاد پیش ژنرال قره‌باغی قرار میذاشتیم. وضعیت ناامید کننده ایه.
تیم سارجم سمت وزارت جنگ رو قبول نکردم. هرچی با دکتر بختیار ازش خواهش کردیم که حداقل برای 2-3 هفته این سمت رو بپذیرن تا بتونیم از نام ایشون استفاده کنیم، بازم قبول نکرد. ایرادی نداره. من و ژنرال گاست درباره عملیات با هم صحبت کردیم. پیشنهاد من اینه که هرچه زودتر برنامه عملیات شروع بشه. من موافقم. خوبه، بسیار خوبه. بالاخره ژنرال قره‌باقی با انگیزه شدن. هر کاری میکنید فقط زودتر. منم موافقم. با شروع برنامه ریزی اعتقاد دارم که اگر خمینی به کشور برگرده کار هممون تمومه. اون وقت باید برنامه ریزی برای خروج خودمون بکنیم. حتی اگر آیت الله خمینی برگرده عملیات ما دچار مشکل نخواهد شد، چون راحت‌تر میشه اقدام به دستگیری و حتی ربودن آیت الله و اطرافیانش کرد. درخواستایی ازتون داشتم که به هیچ کدوم عمل نکردید. خمینی رو ساکت نکردید، یا بهتره بگم نمیتونید ساکتش کنید. BBC داره هنوز علیه حکومت حرف میزنه. خبر دارم که آقای سولیوان سفیر شما اعلیحضرت رو وادار به رفتن کرده. این حرفا تکراریه ژنرال ربیعی. نه ژنرال، مادامی که انجامش ندین هر لحظه و هر زمان تکرارش میکنم. تیمسار ربیعی، تیمسار طوفانیان، اجازه بدین حرفمو بزنم. پرزیدنت کارتر تمام کاراشو با برنامه حقوق بشر شروع کرده که حالا ما باید تاوانشو پس بدیم. سردرگم شدیم توی باطلاقی که اسمش ایرانه. اگر اعلیحضرت تشریف ببرن من هم کشور رو ترک میکنم. آرامشت حفظ کن تیمسار. بشین. چرا زود عصبانی میشین ژنرال ربیعی؟ من بر خودم واجب میدونم که از سفیر اون سولیوان در مقابل حمایت هایی که از دولت شما کرده دفاع کنم. اون معتقد شما هر چی که میخواستید دریافت کردید. و اما در مورد میزان توجه شخص من که با وجود مشکلات فراوان برای رفع مشکل شما به ایران اومدم چی میگید؟ همین الان پرزیدنت کارتر بخش قابل توجهی از وقتشون رو صرف دولت ایران و پادشاه شما کرده. به جای این حرفها و این فریادها بشینید و برای کودتا برنامه‌ریزی کنید و عملیات رو هر چه زودتر انجام بدید. و شما ژنرال جوان هیچ جا نمیرید و در صورت رفتن یک ترسو محسوب میشید که به پادشاهش خیانت کرده. کار ما تازه شروع شده آقایان. ما برای دولت بختیار زمان معین میکنیم. اگر در زمان معین کاری از پیش نبرد عملیات کورتاژ با قدرت هرچه تمامتر آغاز میشه. ما در این بازی پیروز میشیم آقایان. لطفاً به این نقشه توجه کنید.
خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. سلام آقای دکتر. سلام. یه ساعت پشت در این خانم در باز نمیکنه. ببخشید نسخه پیچمون نیست. این گل خدمت شما بین هم پخشش کن. گل برای چی؟ برای اینکه از دلتون در بیارم همشهری‌ها. از دوست رسیده. تشریف بیارین داخل. تشریف بیارید داخل. سلام دایی. سلام. دیر کردی. خیابونا غلغله بود. سلام آقای دکتر. سلام. ببخشید آقای دکتر، خیابونا خیلی شلوغ. این همه مردم معطلن. من عذرخواهی می‌کنم. شما نباید کارو ول کنید. ببخشید عذرخواهی می‌کنم. به کارشون برس. نبودی ببینی مردم ریختن تو گل فروشی‌ها، هرچی گل بود خریدن دادن به ارتشی‌ها. خیلی جذاب بود. مردم گلوله ها رو به گل تبدیل کردن. خدا کنه اینا به نتیجه برسه. اینجا هم کلی شلوغ شد. تیراندازی شد. چی داری میگی؟ آره شیشه ها رو آوردم پایین. حالا کارت به جایی رسیده که سر به سر داییت میذاری؟ نفر بعدی. منتظر باشید. همه جای شهر پیچیده که ژنرال آمریکایی میخواد جلوی فروپاشی ارتش رو بگیره، بعدش هم جنبش مردم رو سرکوب کنه. مگه شهر ارته؟ لابد. بسیار ضروریه که ارتش سر و پا و آماده نگه دارید. یکی از این راه‌ها افزایش حالت آماده باش در ارتش. البته ما در سطح جز داریم برنامه‌ریزی هایی می‌کنیم که طی روزهای آینده بتونیم جمعیت رو کنترل کنیم. این پیوند گلوله و گل یکی از برنامه‌هایی که از طرف خمینی داره اجرا میشه. متاسفانه نیروهای ارتش رو داره هر روز به سمت خودش میکشونه. اشکال از بدنه ارتشه. تمرد میکنن از دستورات موافقش. یکی از راههایی که میتونه ما رو به هدفمون نزدیک کنه اینه که روز رفتن اعلیحضرت ارتش کودتا کنه. این غیر ممکنه، چون هیجانات و احساسات مردم در اون روز خیلی بالاست. روزنامه‌های امروز از آمدن آیت الله خمینی به ایران خبر دادن. ژنرال هایزر، شما در ارتباط با آمدن خمینی چه برنامه‌ای دارید؟ ما قدم به قدم جلو میریم. فعلا باید پادگان‌ها و سربازها رو مجهز کرد. تجهیز بدون سرباز به چه دردی میخوره ژنرال؟
این روزها آمار سربازهای فراری خیلی بالا رفته. ما باید خودمون رو برای رفتن اعلیحضرت از ایران آماده بکنیم. فقط ای کاش ایشون مرحله به مرحله کشور رو ترک میکردن. اول تشریف میبردن شمال یا جنوب، بعد از چند روز از اونجا به هر نقطه‌ای که میخواستن پرواز میکردن. یعنی حضور شاهنشاه در کشور احساس میشد. حکومت با رفتن اعلیحضرت خیلی تاب نمیاره. ایالات متحده حضور فعالی خواهد داشت. من قراره با اعلیحضرت یک بار دیگه ملاقات کنم. بهشون اطمینان میدم ایالات متحده همراه سلطنت پهلوی خواهد بود. آقای هایزر، من سالها با کشور آمریکا وفاق داشتم. همپیمان بودم. آنچه از طبقات سیاسی و اجتماعی بود دریغ نکردم. کاپیتولاسیون، امتیازاتی که به دیپلمات‌های آمریکایی دادم و الان دارم هزینه همون امتیازات رو پرداخت میکنم. احساس میکنم ایالات متحده دست حمایتش رو از سلطنت پهلوی برداشته و منو تنها گذاشته. اعلیحضرت سخت در اشتباه هستند. فراموش نکنید که مأموریت من حمایت از سلطنت پهلوی در ایرانه. ولی ما برای این کار احتیاج به زمان داریم اعلیحضرت. من اوضاع ایران رو هر روز به واشنگتن گزارش میکنم. رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی در جریان امن قرار دارم. با این حال من بیشتر از اینا روی مساعدت شما حساب میکنم. نگران نباشید، ما به وظایف خودمون کاملا آشنا هستیم. ژنرال های ارتش با خبر خروج شما از ایران خودشونو باختن و ما تا امروز سعی کردیم اتفاق نظر بین اونا ایجاد کنیم که این کار کمی نبود. در شرایط فعلی اتحاد سران ارتشه که میتونه رژیم رو حفظ کنه و ایالات متحده در موازات برنامه‌های خودش رو در حفظ سلطنت پهلوی پیش خواهد برد. امیدوارم. گوش دادن به این سمفونی کمکی به بهبود اوضاع میکنه؟ منو به فکر وامی داره. این سمفونی ثمره سلطنت منه. فکر میکنید تو این شرایط بحرانی خروج هر دوی ما از ایران با صلاح باشه؟ منظورت چیه؟ من نایب السلطنه ایرانم. اگه اجازه بدید میتونم بمونم اوضاع رو کنترل کنم تا شما برگردیم. لازم نکرده. اگه قرار باشه برگردیم با همین شورای سلطنت هم برمیگردیم. احتیاجی به موندن تو در ایران نیست. اعلیحضرت، ولی من نمیتونم بذارم و برم و بعد ببینم تمام زحماتی که کشیدم همه چیزایی رو که ساختم خراب کنن. فستیوال ها، جشنواره ها، جشن هنر شیراز، ساخته های شما اینا هستن؟ پس باعث این همه خشم و اعتراض مردم فقط من هستم؟
دوستان سوپر مدرن سرکار که تو جشن هنر اون افتضاح بالا آوردن الان کدوم گوری هستن؟ مدام گزارش. بیشترین بودجه دربار مربوط به دفتر تو بود. 300 تا کارمند مفخور، یه مش چپی بی سر و پا. لطفاً اینجا نمونه بارون. پشت اون پنجره ایستادن کار هر شب شما شده. این براتون خوب نیست. بیماریتون رو تشدید میکنه. حسین. بله قربان. از حالا به بعد تا موقع خروج من از ایران شهربانو کاملا تحت کنترل باشه. مکالماتش، رفت آمدش. مشکلی پیش اومده؟ حسین. بله قربان. تو بهترین دوست من بودی. دوست ندارم بعد از من گیر این مردم بیفتی. توصیه میکنم تو هم بلیت تو اوکی کنی. من که اوکی قربان. اعلی حضرت شاهنشاه آریامه